با درودی دیگر باره به بینندگان عزیز رادیو زودی شالا گلخوجه هستم. ساعتی 10 به وقت پراگ و با چند خبری تازه در دست و سپاس میگم ما را تماشا میکنید. امیدوارم تا آخر صحبت همراه ما خواهید بود. وزیر نقلیات تاجیکستان سپارش داده است که نسبت به تاکسی‌های غیرقانونی چوراندیشی شود. منظور تاکسی‌هایی میباشند که ساکنان را از یک گوشه به گوشه دیگری شهر بر عوض 5 سومونی میرسانند و در راه‌های مرکزی دوشنبه اساساً روا دارند. در این باره آزیا پلوس خبر می‌دهد. وزارت گفته است یک رویکاری همراه با مقامات شهر دوشنبه شماره چنین تاکسی‌ها را مشخص نموده از پی حل مشکلات می‌شوند. شهرداری میگوید این نوع تاکسی‌ها بدون اجازه نامه فعالیت کرده باعث تنبه شوید در راه به ایجاد مانع به حرکت نقلیات می‌گردند. به قول وزارت نقلیات حالا با راننده‌های تاکسی‌های 5 سومونی کارهای فهماندهی ادامه دارد تا اینکه آنها قانونی فعالیت نمایند. 6 نفر از رانندگان این گونه تاکسی‌ها به جمعیت‌های مسافربری شامل شده طریق شرطنامه کارشان را ادامه می‌دهند. باید گفت که تقریباً 10 سال پیش در کوچه‌های دوشنبه تاکسی‌های 3 سومونی پیدا شدند و به نقلیات سیر استفاده تبدیل یافتند. بعد شهرداری به خاطر تنبه نشدن ماشین‌ها در راه‌های مرکزی و همین طور با استفاده دادن مسافرکشان‌های نو حرکت این تاکسی را منع کرد. ولی با بسته شدن مرزها در زمان پاندمی و اوج بیکاری در تاجیکستان سابق مهاجران کاری به سر چنبر اکنون تاکسی‌های 5 سومونی نشستند. وزیر نقلیات تاجیکستان گفته است باید روی حل را پیدا کرد که بر ضرر کار نباشد. جلسه شورای سران دولت‌های مشترک و یا ایدم که قرار بود روز 16 اکتبر در پایتخت ازبکستان برگزار گردد موقوف گذاشته شد. در این باره خبرگزاری‌های روسی با تکیه به سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف نوشتند از ماه ینوری امسال ازبکستان رئیسی اتحادیه دولت‌های مستقل را بر عهده دارد. بنابر چاره‌های پیشگیری از کووید 19 قرار بود جلسه شورای رهبران در شکل ویدیو کنفرانس برگزار گردد. ترتیب امضای شرطنامه‌های بین‌المللی بررسی گردد و کی حالا این جلسه برگزار می شود سنش معلوم نیست. در ولایت سوغد یک منصبداری حکومتی برای نقض قانون تنظیم هزارها سومونی جریمه بسته شد. بنا به معلومات پروکورور ولایت سوغد مدیر شعبه خواجگی دستگاه رئیس ولایت در توی عروسی دخترش معرکه صندوق برون را با شرکت 30 نفر مهمان برگزار کرده است و بنا بر نقض قانون نام برده به پرداخت 22,000 سومونی جریمه موظف گردیده است. در همین حال در ترکمنستان آنهایی که جریمه نمی سپارند پخته میچینند. در منطقه ترکمنستان کارمندان پلیس شهروندانی را که برای نپوشیدن نقاب طبی بازداشت میشوند مجبور میکنند جریمه را بدون طلبی رسید یا کویتانس پرداخت نمایند. همچنین شخصانی که با سبب‌های گوناگون بازداشت میشوند اجباراً به پخته چینی فرستاده میشوند. در برابر شهروندان بی نقاب دوچرخه سواران بی توسکولا و افراد هم دستگیر میشوند که در جایهای جمعیتی تماکو یا نوس میکشند و یا در حالت مستی قرار دارند. اگر آنها پول جریمه را نداشته باشند اجباراً به پخته‌زارهای نوعی آغوزخان سفر بر کرده میشوند میگویند خبرنگاران بخش ترکمنی رادیوی آزادی. با یک حکم غیرمنتظره دادگاه ازبکستان دولت موظف شده است که به خاطر نگهداشت غیرقانونی حامی حقوق بشر چویان مامدقولov جبران مالی پردازد. 12 اکتبر در صحبت با بخش ازبکی رادیو زودی مامدقولov گفت که 9 اکتبر دادگاه منطقه قشقدریو به دولت حکم کرد که به او 60 میلیون سوم جبران پردازد که به تخمینا 5800 دلار برابر می باشد. مامدقولov افزود که او 500 میلیون خود مبلغ معادل 48300 دلار طلب داشت. به قبل نام برده این جبران نگهداشت غیرقانونی او در محبس است. مامدقولov تصمیم داشته است که بازنگری حکم را تقاضا نماید. در سال 2005 حامی حقوق 50 ساله مامدقولov بر ضد پرزیدنت ازبکستان اسلام کریمов به دادگاه شکایت برده او را با پایمال نمودن حقوق نظامیان این کشور متهم کرد. سال 2012 مامدقولov با اتهام فساد و آدم ربایی دستگیر شده. سال 2013 به مدت 10 سال از آزادی محروم گردید. طرفداران مامدقولov این عیبنامه را به اساس مینامند سازمان‌های دیدبانی حقوق بشر باشد. گفتند که اتهام مامدقولov جلوی سیاسی دارد. در سال 2018 مامدقولov از زندان رها شده حق پیدا کرد بازنگری محاکمه‌اش را در میان گذارد. سال 2020 مامدقولov کاملا سفید شد. از زمان سر قدرت آمدن پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف باید گفت که بیش از 50 محبوس سیاسی را سفید کردند.
و باوری دارم بینندگان عزیز حالا قسمتی زیادی شما بازم درباره مرزها و برقرار شدن پروازهای دائمی بین تاجیکستان و روسیه از ما میپرسید. در این زمینه یگان خبری نو نداریم و همان گونه که در نشر قبلی برای شما معلومات داده بودیم تا 31 اکتبر بین تاجیکستان و روسیه نقشه یا که جدول پروازهای غیر نقشوی و یا چارتری علاقه راه اندازی کرده شده است. و صبح امروز میان ایشکوشیم تاجیکستان و کندوز افغانستان زمین لرزه با شدت 4 درجه از روی جدول ریختر ثبت شده است. فعلا درباره خسارات از لرزش زمین در دو کشور چیزی گفتن نمی شود. لازم به تاکید است که هفته گذشته زمین لرزه در نزدیکی منطقه ایشکوشیم ولایت مختار کوهستانی بدخشان به خیر گرفته شده بود. خب بینندگان عزیز، این چند خبری تازه بود که تا این ساعت به دست من رسید. گزارش‌های روز رو ما در اختیار داریم که در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر در بخش مستقیم منظور شما میگردانیم. تا آن وقت روزی با قرار داشته باشید و تشکر که ما را تماشا میکنید.